داستان ترید امروزمون همین نمودار و یه پوزیشن لانگی که از اون محدوده‌ای که قبلا یک بار بازار به سمت بالا پرتاب شده انتظار داریم. خب اما اگه قرار باشه قیمت تا به اونجا برسه یه دونه پوزیشن شورت هم میطلبه. پس بریم که داشته باشیم ترید امروزمون رو. خب ببینید از همین جایی که قیمت انتظار داریم که بره به سمت پایین، یک محدوده ای رو برای استاپ لاس در نظر بگیریم. استاپ لاس ما تو این پوزیشن میتونه سقف هایی که قبلا چند بار برخورد کردن باشه. اما بچه‌ها این سقفی که قبلا چند بار برخورد کرده میتونه خطرناک باشه. خب به هر حال امروز روزیه که حجم معاملات کم و روز تعطیلیه. خب استاپ لاس خودم رو بالای همون سقف‌ها ست میکنم، میام دنبال این که بچه‌ها یه دونه پوزیشن لانگم که از قبل در داشتم اون رو هم چکش میکنم. خب نقطه‌ای که میخوام برای تارگت در نظر بگیرم یه تارگتیه که باید بچه‌ها روش یه مقدار کار بکنم، ببینم ریزش قبلیه چند درصد بوده و این بار میتونم محدوده ATR یا محدوده رنج قیمتی رو باید در نظر بگیرم. خب میام و یه محدوده رنجی رو که میتونه در حالت گام کارکشن اون محدوده گام اسپایک ریزش قبلی باشه رو در نظر میگیرم و میگم احتمالا بازار تا به اینجا خواهد ریخت و بعد از اون به سمت بالا خواهد رفت. خب تارگت خودم همه چی رو ستش کردم به همون محدوده فیچ قبلی خودم. حالا تنها کاری که باید انجام بدم صبره. خب بریم سراغ یک نمودار دیگه. خب اینجا نمودار دوج کوینه، با دستم میکشمش یه دونه محدود دقیقا مثل خود همین رو برای خود دوج کوین هم در نظر میگیرم. بعد دوج کوین انتظار دارم که فعلا یه پول بکی رو به سمت بالا بزنه. خب دوستان نتیجه پوزیشن و انتظارمون هم فرا رسید. حالا که میبینید پوزیشن شورتمون به زیبایی عمل کرد در حالتی که ما دنبال اون پوزیشن لانگه بودیم و این پوزیشن لانگه بودش که باهونی هستیم و پشت چارت نشینی بود. اما بچه‌ها ببینید اون پوزیشن لانگ به نقطه اوردرش نرسید و بعداً با یک سری از پارامترهای دیگه تونستیم توی یک مسیر دیگه ازش بگیریم و نتیجه این تریدستان ما به این منوال بود که پوزیشن شورتمون تقریبا فول تارگت اما فعال نشدن اوردر لانگمون بود. تریدری همینه. تا یه تریدستان دیگه بدرود.